نخور گشنه. گشنه نبودم که تو رو نمیگرفتم. ای بابا عجیبا. چی؟ گفت لوکیشن دقیقه، پلاک 60 واحد 14. خب زنگ بزن بهش. این زنگ بزنی 1 ساعت میخواد صحبت کنه. اوه نه عالیه، اون پلاکش جست. رسیدیم. زنگ خرابه. بابا در بازه. فقط یه چیزی بهتون بگم، رفتیم تو هیچ کدومتون حرف نزنید، من خودم کارو جمع میکنم. ای جان خیلی شما فن بیان قشنگی هم داری، شما امشب ببند. خیلی عجیبه، آنتن نداریم. بابا جون خواستگاریه دیگه، منتظرمونن. بیا بریم تو. عجب امارتیه. بابا چرا کمربندت نبستی؟ بابا این ننه دقیقه من هول کرد، یادم رفت ببندم دیگه. بابا این مایا چیه پوشیدی؟ بابا نمیبینی خونه سخت دارو؟ تا غروب بابا اینا فامیل شدیم، همگی با هم یه تنی به آب میزنیم. عزیز خوب آفرین چقدر باهوشی تو. بریم فرایش بچه جو بابات کجا؟ بکش بچه تو قنداقه، بابام تو همون کارش داری بگم بیا. الان از این بزرگتر نبود کسی بیاد استقبال ما؟ همون بیرون بعد زنگ میزدیم. عجیبه. چی عجیبه؟ از اینا باشورتر نبود مادر پیدا کنی؟ فکر کنم ریش و قیچی رو دادن دست خودمون. کاش شاید قیچی ناخونگیر میدادن، این ناخونهای 20 صاحبمو میگرفتم. این ننت باز منو هول کرد. بابا بیا موضوع خوب. میرهن صورتی دل منو بردی، زهر مار، مگه سر چای مسترا نشستی سر صدا میکنی؟